میرفت در یک جا توقف کرد. خدا رحمت کنه شیخ سعدی را. حضرت صفت میکنه چنان گرم در تیه قربت بیراند که در سینه جبریل از او باز بود. همین خیلی حضرت میگه به مایل رغبت برو همچین میکنه شتابان میروه که یک وقت دیگر کرد که جبریل همین خفا مانده است. بعدو گفت سالار بیت الحرام که ای حامل وحی برتر خیرام چه در دوستی مخلصم یافتی اینان هم زی صحبت چرا توفتی؟ حقیقت گفت یا جبریل یا اخی جبریل آخی ما اوتا عهد دوستی و برادری کردیم چه خیلی قفا میکشی؟ بگفتا که برتر مجالم نمان بماندم که نیروی بالم نمان اگر یک سری مو فراتر برم فروغ تجلی بسوزد برم. پیامبر اسلام درود خداوند بر او باد می‌فرمایند حجامش شفای امتی من است. شما اگر از بیماری‌های فشار بلندی، استرخوان دراز، رادیکولیت، پروستاتیت، گریژا، روماتیسم، بیماری‌های سیستم خونگرد، فشار خون، بیماری‌های دل، درد سینه، تنگی نفس، درد سر و درد چشم و یا اینکه خیرگی چشم و اینچنین از وزن زیاد یا اینکه کم وزنی رنج میبرید حتما در رقم‌های روی اکران بوده در تماس باشید. بختیار حجامه در خدمت شما است. سراغ ما شهر مسکو ورخناپولیا دوم 48 در نزدیکی بازار صدوات. حتما در رقم‌های ما در تماس بروید. یا رسول الله گفت امکان علاج حرکت کردن ندارم. اگر هم یک سری مویی که بالاتر برم او میشه من قناتو خدمت ندارم دیگه. از این زیاد برای ما اجازه نیست. نماند به اسیان کسی در ضرر که دارد چنین سعید پیشرفت. یکی از همون خیرهای کثیری که خداوند متعال به حبیبش محمد صلی الله علیه و سلم عطا کرده است همین قرآن همیشه زنده و قرآنی که کلام الله است معجزه ابدی رسول الله صلی الله علیه و سلم محسوب و نازل کرده است. قرآنی که امروز ببینید در اصل علم تکنیک در اصل فرهنگ همه عاجز هستند. عقل عاقلا را نبوده است. بزرگترین عالما وقتی که به بلندترین مقام میرسند به قرآن وقتی نظر میکنن میگن واقعا ما هیچ را نمیدونسته نیستیم. هیچ تمام علوم ظاهر و باطن در خود فرا میگیرند. قرآنی که زیاده از 1400 سال شد با تحدی خداوند به همه مراجعت کرده است و این کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله. اگر شما ذره شک شبهه دارید بر همین قرآنی که من بر حبیب محمد صلی الله علیه و سلم نازل کردم که یک سوره خوبترینش جواب بوده اقلا این سوره کوثر که از همه خوبترین سورهش است که همین جواب بوده کجا سبحان الله. اینقدر زبانورا اینقدر شاعرا اینقدر شخصای صاحب ذکاوت در طول تاریخ 1400 سال کسی نتونستی به خوبترین آیت قرآن جواب بگه. این کلام پروردگار است. همه عاجز ماندن. ولی امام طبری در تاریخ مشهورش تاریخ الامم و الملوک یک قصه جالبی را ذکر میکنه. میگه در زمان خلیفه مهدی خلیفه عباسی این خلیفه مهدی خلیفه سوم عباسی است پدر هارون الرشید. میگه یک گروه جمع اومده بودن در کوفه در شهر بغداد که نوبنیاد بود. اینو باور نداشتن اونقدر. اما شخصایی بودن که به قول امروزه اتئیست بودن باور نداشتن. نعوذ بالله قرآن به قلم محمد صلی الله علیه و سلم متعلق می‌داشتن. میگفتن که این نوشته همین محمدی فرزند عبدالله است. به ظاهر مسلمان میتوفتن مسجد میرفتن نماز میخوندن اما در باطن متاسفانه اینو منافق کافر بودن. یک گروه میگه یک روز در یک محفل همراه شدگیان گل در همین موضوع میروه بعد یکش با شبه میگه که آخی مادام که کلام انسان باشه چرا یک کس جواب گفته نمیتونه؟ دشمنان اسلام در دنیای قضیات هستند، شاعر هستند، واعظ هستند،
آخه اهل قلم هستند چرا یک گویدش جواب گفتن نمیتونه؟ یکی از شرکت کننده های همون محفل نامش عبدالله ابن المقفع است. این عبدالله ابن المقفع اصلش عجمی است اما زبان عربی را به حد می‌دانست که در فصاحت بلاغت ذکاوت هیچ عربی دستاویزش نبود. ولی همین کتاب کلیله و دین نرا همین ابن المقفع و زبان عربی ترجمه کرده است. علما میگن که اگر در دنیا یک کتاب باشه که ترجمه از اصل بهتر باشه کتابی همین داره. اینا یک کلیله و دین نوعی که بعدتر ما خوندیم از جمله حسین وایزی کاشفی گرفته است شد. همه اینو ترجمه عربی علم ابن المقفع بسیار باید زبان فصیح و بلیغ گفته است. همین عبدالله ابن المقفع گفت که اگر شرایط امکانم باشه اگر مقصد که همین زندگی و تردد و شکم فرزند هوشیار ما خودش جلب نکنه من در همین مدت یک سال یک کتاب مثل قرآن ننویسم. نعوذ بالله. مردمی که در محفل شدن همه بوی بشر میاد. یک نفر بدبختش گفت تمام خراجات خونت این ما مکلم میده. چیزی میخرن خراجات ذخیره یک ساله خونت مکلم. یک نفر دیگرش گفت من یک بوستانسرای فسان دارم در ساحل دریای دجله. همون بوستانسرا در اختیار هیچ کس آمد نمیده. یک نفر دیگرش گفت هر طعامی که دلت میکشه در کلای من. هر طعامی که دلت میکشه تو فقط یک کاغذک در بنویسه هم مویچه پرت تیار کردنش در کلای من. هر چی دلت میکشه هر روز هر میوه‌ای که میخواد. یک نفرش کاغذ و قلم به عهده گرفت. اون زمان کاغذ قیمت بود. ولی ای چوب درست کردنش کاغذ مردم یاد نگرفتن. قصه کوتاه تمام مشکلات را همه به گردن گرفتن بردن در همون بوستانسرا جاش کردن. گفت شما یک خواهش همون نتید تا کار یک طرفه نشود همون نتید. 6 ماه خبرش نگرفتن. بعد 6 ماه گفتن کویا بریم هم مردک زنده مرده ای بچه هیچ خبرش نامده است. مجبوران اومدن دیدن که 6 ضربه این خونه و موهای سر آمده دست همیده کمیده سرش هم و فکر متوت و گفتن یبن المقفع چی گفت شی؟ چکار کردی؟ کردی چی پیش رفته سر؟ گوه این خور پیش می رو. من اومدم ششتم به خودم قصد کردم که اول همون آیابایی را که در آستر هستن و در حد اعجاز هستن بسیار بزرگ هستن همونا را جدا کنم به همونا جواب بگم بعدی سورای خود را جواب شما بنویسم. همین اول چیزی که در چشم خورده است آیه از سوره هود اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و قیل یا ارض ابلعی ماءک و یا السماء اقلعی و غیض الماء و قضی الامر و استوت علی الجودی و قیل بعدا للقوم الکافرین. همین آیات میگه در چشم خود جایی که خدای تعالی طوفان اینا حقیقتش هم میاره در قرآن. بعد میگه امر از جانب پروردگار شید که ای آسمان باریدن بس کن ای زمین آب فرو بر. وقتی میگه حکم خدا جاری شد بارون باریدن بس کرد آب در زمین فرو رفت و استوت علی الجودی کشتی نوح علیه السلام تگش در جودی نام یک کوهی که در همین نزدیکی های موصل به دست سرحد بین بگیم عراق و ارمنستان که عرارت میگن کوری در همه جا میگه تهش در زمین رسید. یعنی که اشکار شد که علاقه زمین نمودار شده است خلاص دیگه بلای سیل یا طرفه شده است. بعد میگه امر پروردگار شد که هلاک بود مشرکا هلاک باشند کافرها دشمنای خدا. خواستم میگه به همین جواب بگم اینا نیم سال شد همین قیزه بازار کرده است هیچی نمیشه. بعد گفتن وقت در 6 ماه یک آیه قرآن جواب نگفتی. آخه قرآن 6236 آیه داره به قول مریویتی هستن. این تو یورا که میگوی گفت من الحال گفت اقرار میکنم که حقیقت این کلام الله های مخلوق چنین کلامی را گفته نمیتونه.
هیچ مخلوق هیچ چیز نوشته نمیتونه. این کلام الله است. اب بدبخت متأخر جاهل و گمراه ما را هم خیلی گمراه کرده. اینا میبینید همین در معتبرترین تاریخ در تاریخ امام طبری که تمام جهانیات اعتراف میکنن همین تاریخ از ذکر شده. خدای تعالی همین نعمت بزرگ به حبیبش محمد صلی الله علیه و سلم عطا کرده است.